بنابراین بنده مومن باید هر چی دارد به خدا نسبت بدهد، نه به غیر خدا. چنانه که در زمان شوروی میگفتن ما را پرتیه میخوراند، ما را لنین میپوشاند، این نور از طفیل لنین است، این چراغ الچی است. اینا دیگه شرک است، اینا دیگه کفر است. ما باید هر چی را به خدا نسبت بدهیم. خدا به ما حیات داد، خدا به ما زندگی داد، خدا به ما. خب از این سه مرحله شکر که گفتیم، شکر زبانی و شکر قلبی و شکر عملی، مراد کدامش منظور است؟ البته هر سه با هم باشد نور علی نور است، ولی یکیش بدون دیگرش ناقص است. در این صورت شکر شما ناقص است. اولا از خداوند تبارک و تعالی برای همه شما بر قدم هایی که در مسیر این راه برداشته اید، بر عوض هر قدمی که گذاشته اید از خدا محو سیئات، و بر هر قدمی که برداشته اید رفع درجات مسئلت دارم. خداوند جسم های شما را بی درد بگرداند، بیماران شما را شفای کامل عنایت بفرماید، فرزندان شما را توفیق طاعت و عبادت و ترک معصیت و پیروی از قرآن و سنت، و مخصوصا به دخترانمان خداوند حیا و عفت نصیب روزی گرداند، و مسافران ما و شما را هر جا که باشند پروردگار در پناه اسمت خود از بیماری ها و رنجوری ها و از شر کافرها معصوم و محفوظ بفرماید، و بر کسب و کارشان برکت عطا فرماید، و توفیق بندگی را خداوند در اون دیار غربت همیشه توأم و همدم ایشان بدارد، و با سلامت و غنیمت روز خدا نصیب گرداند که مسافران ما چون سیله های کبوتر به لانه های خود به وطن عزیز خود بازگشت نمایند. آمین یا رب العالمین. صحبتی که امروز عزیزان میخواهم با شما داشته باشم در موضوع شکر و سپاسگزاری است. یعنی بر هر فرد مسلمان واجب است که شکر نعمتهای خدا بگوید و به جا آورد. خدا میگوید ای بنده ها، شما از من یاد بکنید تا من از شما یاد بکنم. شما شکر و سپاس نعمتهای من بدونید و هرگز کفران و ناسپاسی بر من نکنید. خدا ما را امری به شکرگزاری سپاسگزاری دارد، و از ناسپاسی و کفران پروردگار ما را منع دارد، نهی دارد. خب اکنون شکر با چی ادا می شود؟ آیا با همین یک لقلقه زبان که الحمدلله میگوییم، یا شکر خدا میگوییم، یا سپاسگزارم میگوییم، با همین این واجب شرعی، این شکر نعمتهای الهی ادا می شود؟ نه، شکر یک لقلقه زبان نیست. چنانه که استغفار و توبه هم یک لقلقه زبان نیست، بلکه شکر سه مرحله دارد. یکی شکر قلبی. شکر قلبی همین است که بنده مومن هر چی دارد، هر نعمتی که دارد، هر نعمتی که در اختیار خود دارد، از خدا میداند، از جانب خدا میداند. چنانه که قرآن میگوید استعیذ بالله و ما بكم من نعمت فمن الله. ببینید خدا چه میگه؟ ای انسان، هر چی در شما هست، هر خیر و خوبی و نعمتی که در شما هست، بدانید که از جانب خداست. حضرت مولوی جنونی همین در نظم می‌دارد، میگه به خود گر هر چی میبینی از او دان. در خودت هر خیر و خوبی و نعمتی که میبینی از طرف خدا دان. به خود گر هر چی میبینی از او دان، با کوزه آب گر بینی ز جو دان. در کوزه وقتی که آب میبینی البته میفهمید که از جو گرفته شده است. بنابراین انسان هم در خود هر خیر و خوبی که میبیند باید از خدا داند. این یکم مرحله شکر است که شکر قلبی گویند. دوم مرحله شکر زبانی است که به معنای ثنا گفتن ذاتی که نعمتها را برای ما عطا کرده است، که ولی نعمت ماست، صاحب نعمت ماست. او را ثنا میگوییم، ستایش میکنیم، سپاسگزاری میکنیم. با چی؟ با گفتن الحمدلله، با گفتن لفظ شکر، ذکر نمودن نعمت خدا. این شکر گفتن او آن نعمت است، و ترک نمودن آن کفران نعمت است، پوشانیدن اون نعمت است. بنابراین بنده مومن باید هر چی دارد به خدا نسبت بدهد، نه به غیر خدا. چنانه که در زمان شوروی میگفتن ما را پرتیه میخوراند، ما را لنین میپوشاند، این نور از طفیل لنین است، این چراغ الچی است. اینا دیگه شرک است، اینا دیگه کفر است. ما باید هر چی را به خدا نسبت بدهیم. خدا به ما حیات داد، خدا به ما زندگی داد، خدا به ما چشم و گوش و خدا به ما مال و ثروت و قدرت و هر چی که داریم باید بخور. این خودش معنای شکر گفتن است. سیوم مرحله شکر عملی است. شکر عملی یا شکر بدنی با سایر اعضا و جوارح. او چگونه شکر است؟ او شکر است که انسان اعمال و رفتار و گفتار خدا
هماهنگ می‌سازد با نعمت‌های الهی، یا اینکه از نعمت‌های الهی استفاده خوب می‌برد. نعمت‌های الهی را در همون اهدافی که این نعمت به خاطر او آفریده شده است استفاده می‌کند. این می‌شود شکر چی؟ شکر عملی. مثلا خدا به ما زبان داده است، مانند تبر است، مانند کارد است. ما میتونیم از این زبان، از این تیغ زبان استفاده خوب بکنیم، میتونیم استفاده بد بکنیم. سعدی در بستانش میگه یکی گوش کودک بمالید و سخت، که ای بوالعجب گوی برگشته بخت، تو را تیشه دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیوار مردم بکن. همچنین سعدی به مقصد حکایت میبرد زبان آمد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. خداوند زبانم مانندی تبر برای ما داده است که از استفاده خوب بکنیم، ذکر خدا گویم، شکر خدا کنیم، ثنا و ستایش و عبادت خدا بکنیم، در کاری که منفعت دنیا و آخرت ما در اوست در او استفاده بریم، نه اینکه با این زبان زخم زبان زنیم، حقارت و دشنام کنیم، غیبت و بهتان مردم بکنیم. خب از این سه مرحله شکر که گفتیم شکر زبانی و شکر قلبی و شکر عملی، مراد کدامش منظور است؟ البته هر سه با هم باشد نور علی نور است، ولی یکش بدون دیگرش ناقص است. در این صورت شکر شما ناقص است. بنابراین شکر زبانی تنها هم و شکر کامل نیست، باید ما هر سه مرحله شکر داشته باشیم، هر سه نوع شکر داشته باشیم. هم با قلب هر چی داریم از خدا بدانیم، هم با زبان همواره شکر و سپاس و حمد و ثنای خدا بگوییم، هم با عمل استفاده خوب از این نعمتهای خدا بکنیم و این نعمتهای خدا را در طاعت خدا، در فرمان خدا، در اجرای امر خدا صرفش بکنیم. در اون صورت ما بنده شاکری حقیقی، شاکری واقعی میشیم.